جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران اهل اسلام، شروع میکنیم از کتاب سوال و جواب فقه مذهبی حنفی به نام خداوند بخشاینده مهربان. سوال 36 چنین است: آن طرفی که رو به سوی او میکنند و نماز میگذارند چه نام دارند؟ جواب چنین است: آن را قبله میگویند. سوال 37 چنین است: در یک شبانه روز چند بار نماز خوانده می شود؟ جواب چنین است: 5 بار و در 5 وقت خوانده می شود. سوال 38 چنین است: نام 5 وقت نماز چیست؟ جواب چنین است: اول نماز بامداد است که پیش از طلوع آفتاب خوانده می شود. دوم نماز پیشین است، بعد از زوال آفتاب خوانده می شود. سوم نماز عصر است که در حدود 2 یا 1.5 ساعت پیش از غروب آفتاب خوانده می شود. چهارم نماز شام است که بعد از غروب آفتاب خوانده می شود. پنجم نماز خفتن است که در حدود 1.5 ساعت پس از غروب آفتاب خوانده می شود. سوال 39 چنین است: اذان چیست؟ جواب چنین است: هنگامی که وقتی نماز فرا می گیرد، چند لحظه پیش از نماز رو به سوی قبله ایستاده و با صدای بلند کلمات ذیل گفته خوانده می شوند که در اصطلاح شریعت آن را اذان می گویند. روش اذان: الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاح، حي على الصلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله. به این روش خوانده می شود. در نماز بامداد بعد از گفتن حی علی الفلاح دوم 2 بار الصلاة خیر من النوم گفته خوانده می شود و معنایش چنین است: نماز از خواب بهتر است. و سوال 40 چنین است: تکبیر چی را می گویند؟ جواب چنین است: پیش از این که مردم آمده نماز می خوانند و شخص پشت سر امام ایستاده و همان کلمات اذان را اعلان می کند و بعد از گفتنی حی علی الفلاح دوم 2 بار قد قامت الصلاح اضافه می کند. این بود 5 سوال و جواب. برادران و خواهران محترم، باقی در امان الله باشید. جزاک الله خیرا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.